شما کاری کنید که همین کس خونی خودتون پیدا شه، خونی دادراتون پیدا شه، خونی خیش تبارتون پیدا شه. این همه شما برد میکنه. این لباس نیست که کهنه شده برود، این خوراک نیست که پولش تمام شود. یک این کتاب ممکن که تقدیری وی عائله دیگر میکنه. فهمیدید؟ در حقیقت همین خیلی یک تا فکر سرش به بیاد که ممکن که یک عمره آینده صفت حیات او دیگه شده برود. شما همین به سببگار، من شما میدونیم که اگه تو سببگار خوشبختی و بهبودی یک کس شدی، روز قیامت سببش تو اومدن میگیره. همه چیز خوب برای سبب این چیه؟ علم. یگان چی علم به نمیرسه. ما همه آدم به بعضی حیران، ما حرکت میکنیم یک کس به پول تیم یاردم کنیم، دادر ما به خواهر ما به خیش تبار ما به وای پول یک بار میتی یا دو بار میتی یا سه بار میتی، همون پول کمترش یک کتابش گرفته نصیحتش کن یک تاش خونه ممکن اول یک بار نمیفهمد تو هیچ گپ نیست، صبر کن. پیغمبر ما گفتن که علم حنار، علم